یه متد پرکاربرد دیگه جاوا اسکریپت متد پوشه و زمانی کاربرد داره که ما میخوایم یک آیتم به آیتم های قبلیمون، آیتم اصلی آرایمون اضافه کنیم و ما میایم این متد استفاده میکنیم. ویژگی که این متد داره، میاد آرایی اصلیمون رو تغییر میده. مثل متدهای دیگه نمیاد یه آرایی جدید بسازه، میاد آرایی قبلیمون رو ادیت میکنه. برای مثال من اینجا اومدم یه آرایی از میوه ها ساختم و متد پوش رو کال کردم و انگور رو به عنوان آیتم جدید به آرایی قبلیم اضافه کردم و وقتی من اومدم اینجا لاگ گرفتم تونستم ببینم اون آیتم بهش اضافه شده. این کد خودتون بزنید تست کنید ببینید چجوریه و نتیجه رو تو کامنت به من بگین. مورد دیگه جاوا اسکریپت متد پوشه و زمانی کاربرد داره که ما میخوایم یک آیتم به آیتم های قبلیمون، آیتم اصلی آرایمون اضافه کنیم و ما میایم این متد استفاده میکنیم. ویژگی که این متد داره، میاد آرایی اصلیمون رو تغییر میده. مثل متدهای دیگه نمیاد یه آرایی جدید بسازه، میاد آرایی قبلیمون رو ادیت میکنه. برای مثال من اینجا اومدم یه آرایی از میوه ها ساختم و متد پوش رو کال کردم و انگور رو به عنوان آیتم جدید به آرایی قبلیم اضافه کردم و وقتی من اومدم اینجا لاگ گرفتم تونستم ببینم اون آیتم بهش اضافه شده. این کد خودتون بزنید تست کنید ببینید چجوریه و نتیجه رو تو کامنت به من بگین.